سلام به همگی. تا حالا به این فکر کردین که اپلیکیشن های وب پیچیده‌ای که هر روز استفاده می‌کنیم واقعاً چطوری ساخته میشن؟ خب، امروز قراره با هم یه شیرجه عمیق بزنیم توی دنیای انگولار و ببینیم چطور با فقط چند تا مفهوم کلیدی میشه کارهای فوق‌العاده‌ای کرد. آماده اید؟ بزن بریم. سوال اصلی دقیقاً همینه. چطور میشه از یه صفحه وب ساده و استاتیک که هیچ کاری نمیکنه رسید به یه اپلیکیشن کاملاً داینامیک و تعاملی؟ یعنی یه چیزی که به کلیک‌های شما واکنش نشون بده، اطلاعاتو زنده آپدیت کنه، خلاصه زنده باشه. خب، جواب این سوال توی چند تا مفهوم کلیدی خود انگولار پنهان شده. انگار که چند تا قطعه اصلی داره که همه چیز رو میسازن. بیایید با هم کشفشون کنیم. و اولین و شاید بشه گفت مهمترین قطعه همین کامپوننت ها هستن. بهترین تشبیهی که میشه براشون به کار برد آجرهای لگوه. کل برنامه شما با همین آجرها ساخته میشه. خب، این کامپوننت که میگیم دقیقاً یعنی چی؟ ببینید، هر کامپوننت مثل یه قطعه لگویی کاملاً مستقله. یعنی ظاهر خودشو داره که با HTML می‌نویسیمش، منطق و هوش خودشو داره که با تایپ اسکریپت پیاده سازی میشه و حتی استایل و قیافه خودشو هم داره که با CSS درستش می‌کنیم. قشنگیش اینه که این قطعه رو یه بار می‌سازید و بعد میتونید هر چند بار که دلتون خواست هر جای برنامه که خواستید ازش استفاده کنید. فوق‌العاده قابل استفاده مجدده. یه لحظه به یه صفحه وب پیچیده فکر کنید. اون در واقع مجموعه‌ای از کامپوننت‌های کوچیک‌تره که کنار هم چیده شدن. یه کامپوننت داریم برای هدر بالای صفحه، یکی دیگه برای لیست آیتم‌ها، یه کامپوننت برای هر پروفایل جدا. می‌بینید؟ همه اینها مثل لگو به هم وصل میشن و اون صفحه بزرگ رو میسازن. حالا اگه یکم فنی‌تر بهش نگاه کنیم، پشت صحنه هر کامپوننت یک کلاس ساده تایپ اسکریپت قرار داره، اما چی باعث میشه این کلاس ساده تبدیل به یه قطعه UI بشه؟ یه چیز جادویی به اسم دکوراتور @کامپوننت. این دکوراتور مثل یه برچسب اطلاعاته که به اون کلاس میچسبه و به انگولار میگه هی این کلاس یک کامپوننته. فایل HTMLش اینجاست و فایل CSSش هم اینه. در واقع همه چیز رو به هم وصل میکنه. خیلی خوب. پس ما الان میتونیم با کامپوننت ها ساختار برنامه‌مون رو مثل لگو بچینیم. اما اینها فعلا قطعه‌های بیجونی هستن. قدم بعدی اینه که بهشون زندگی ببخشیم. چطوری کاری کنیم که این کامپوننت ها داده‌های داینامیک و متغیر رو نشون بدن؟ انگولار برای این کار 2 تا راه حل خیلی سر راست جلوی پامون میذاره. اولی اسمش هست String Interpolation. این برای وقتیه که میخوایم یه متن متغیر رو توی صفحه نشون بدیم. دومی هم هست Property Binding که برای وقتیه که میخوایم یه ویژگی یا property از یه تگ HTML رو به صورت داینامیک تغییر بدیم. ببینید چقدر ساده است. این 2 تا آکولاد باز و بسته برای انگولار یه معنی خاص داره. انگار دارید بهش میگید هر چی که بین این 2 تا آکولاده رو به عنوان کد در نظر بگیر، اجراش کن و نتیجهش رو دقیقاً همینجا به صورت متن نشون بده. پس وقتی می نویسیم 6 تا user.name، انگولار میره مقدار user.name رو از توی کامپوننت پیدا میکنه و جایگزینش میکنه. تمام؟ حالا برای Property Binding به جای آکولاد از براکت استفاده میکنیم. وقتی دوره یه پراپرتی مثل src براکت میذاریم، به انگولار میگیم که مقدارش دیگه یه متن ثابت نیست، بلکه یه متغیر از توی کد ماست و بخش فوق‌العاده‌اش اینجاست. به محض اینکه مقدار user.avatarPath توی کد ما عوض بشه، انگولار اتوماتیک و در لحظه عکس روی صفحه رو هم آپدیت میکنه. خب، تا اینجا تونستیم داده ها رو به کاربر نشون بدیم. عالیه. اما این یه خیابون یه طرفه است. یه اپلیکیشن واقعی باید بتونه به کارهای کاربرم گوش بده و بهشون واکنش نشون بده. چطور میشه کاری کرد که وقتی کاربر روی یه دکمه کلیک میکنه یه اتفاقی بیفته؟ جواب این سوال توی ایونت بایندینگ هست. این بار به جای آکولاد و براکت از پرانتز استفاده میکنیم. وقتی دور یه رویداد یا همون ایونت مثل کلیک پرانتز میذاریم، انگار داریم یه شنوود روی اون المان کار میذاریم. به انگولار میگیم گوش به زنگ باش، به محض اینکه روی این المان کلیک شد، این تابعی که بهت میگم رو از توی کد کامپوننت اجرا کن. و اینجا جاییه که همه چیز به هم وصل میشه و قدرت واقعی انگولار رو میبینید. چرخه رو با هم مرور کنیم.
1. کاربر روی دکمه کلیک میکنه. 2. به خاطر اون ایونت بایندینگی که گذاشتیم یه تابع توی کد ما اجرا میشه. 3. اون تابع میاد و یه داده رو توی کامپوننت ما تغییر میده. و حالا بخش جادویی ماجرا. 4. انگولار به صورت خودکار این تغییر رو تشخیص میده و صفحه رو آپدیت میکنه تا مقدار جدید رو نشون بده. خب ما کامپوننت های مستقلی داریم که کار میکنن، ولی توی یه اپلیکیشن واقعی کامپوننت ها باید بتونن با هم حرف بزنن. یه کامپوننت والد باید بتونه به بچهش اطلاعات بده و بچه هم باید بتونه به والدش خبر بده که یه اتفاقی افتاده. اینجاست که 2 مفهوم خیلی مهم به اسم اینپوت و آوتپوت وارد میشن. دکوراتور @اینپوت رو اینطوری در نظر بگیرید. یه راه برای اینکه داده از بالا به پایین، یعنی از والد به فرزند منتقل بشه. فرض کنید یه کامپوننت داریم به اسم User Profile Card. کامپوننت والد که این کارت رو استفاده میکنه میتونه از طریق یه @اینپوت بهش بگه که اوکی تو اطلاعات این کاربر خاص رو نمایش بده. و @cancel action دقیقاً برعکسه. این یه راهه برای اینکه فرزند بتونه یه رویداد یا یه سیگنال رو به سمت بالا، یعنی به سمت والدش بفرسته. برگردیم به همون مثال یوزر پروفایل کارت. وقتی کاربر روی دکمه داخل کارت کلیک میکنه، کامپوننت کارت از طریق یه @cancel output به والدش یه پیغام میفرسته. هی، کاربر روی این دکمه کلیک کرد. حالا تو تصمیم بگیر چی کار کنی. خب همه این چیزایی که گفتیم سال هاست که هسته اصلی انگولار رو تشکیل میدن. اما انگولار یه فریمورک زنده است و دائما در حال بهتر شدنه و این ما رو میرسونه به یکی از هیجان انگیزترین تحولات اخیرش، سیگنالز. یه راه کاملا جدید و هوشمندتر برای مدیریت کردن وضعیت و داده ها در برنامه. تفاوت زمین تا آسمونه. ببینید، روش قدیمی که بر پایه زون.js بود، یه جورایی بعد از هر اتفاقی توی برنامه کل درخت کامپوننت ها رو از بالا تا پایین چک می‌کرد. اما سیگنالز خیلی هوشمندتره. هر قطعه از داده خودش میدونه که کدوم بخش از UI بهش وابسته است. به محض اینکه اون داده تغییر میکنه، یه سیگنال مستقیم فقط و فقط برای همون بخشای خاص فرستاده میشه. نتیجهش یه عملکرد دقیق، سریع و بهینه است. اگه بخوایم خلاصه کنیم، سیگنالز مدیریت استیت رو خیلی بهینه‌تر، خیلی دقیق‌تر و مهمتر از همه خیلی قابل پیش‌بینی‌تر میکنه. شما دقیقاً میدونید با تغییر یه داده چه اتفاقی و کجا قراره بیفته. و این ما رو به یه سوال مهم میرسونه. با این همه مزیت در عملکرد و خوانایی کد، آیا سیگنالز قرار آینده اصلی مدیریت استیت توی همه اپلیکیشن‌های انگولار باشه؟ همه شواهد که اینطور نشون میدن. خب بیاید یه مرور سریع بکنیم. یاد گرفتیم که کامپوننت ها آجرهای سازنده برنامه ما هستن. با دیتا بایندینگ داده ها رو به ظاهر برنامه وصل می‌کنیم. با ایونت بایندینگ به کارهای کاربر گوش میدیم و در نهایت با اینپوت و آوتپوت پل ارتباطی بین کامپوننت ها رو میسازیم. اینها 4 ستون اصلی انگولار هستند. شما با درک عمیق همین چند تا مفهوم دیگه فقط مبانی رو یاد نگرفتید، بلکه کلید ساختن اپلیکیشن های وب قدرتمند، داینامیک و مدرن با انگولار رو به دست آوردید. اینها پایه‌های همه چیز هستن. از اینجا به بعد دنیای انگولار برای کشف کردن در اختیار شماست. موفق باشید.